این جانور گوشت شوربای کسی نشد چون مقامات چین امکان ندادند. آنها همچنین بازارهای فروش حیوانات وحشی را موقتا بستند. عین وضع سال 2002 بود. آن وقت در یک بازار فروش جانوران در جنوب چین ویروس سارس از گربه‌های وحشی به انسان سرایت کرد. 800 کس هلاک شد. بسیار مشوش کننده است که ما درس نمیگیریم و به مکان ظهور خطر اهمیت نمیدهیم. ویلیام کارش طبیب حیوانات و معاون رئیس سازمان حمایت از جانوران و محافظت از بیماری‌های سرایتی است. او میگوید بازار جانوران محیط مناسب برای گسترش بیماری است. البته همه جانوران بیمار نیستند و ویروس پهن نمی کنند. یک یا دو تاشون بیمارند و هر وقت آنها را به بازار پر از جانور میارند سرایت ویروسشان شروع می شود. عین کودکستان است که یک کودک بیمار می رود و بقیه بیماری او را به خانه میارند و به والدان می گذرانند. ویلیام کارش میگوید محض بازار جانوران جای ظهور بیماری‌های نو است چون حیوانات و میکروب‌های را جمع می‌آورند که معمولاً آمیخته نشدند. اینجا شرایط خوب برای سرایت میکروب‌ها به جانوران نو است. به این بازارها روزانه هزاران جانور می‌آورند و چنین بازارها در جهان بسیارند و میلیون‌ها مشتری دارند. در چنین حال شانس سرایت ویروس به انسان‌ها بسیار بلند است. به قول طبیب مردم گاه از ناچاری به این بازارها می آیند. مثلا وقت یخدان ندارند و می خواهند گوشت تازه بگیرند. وقتی جانور زنده را می بینید می گویید صحت است. کسی آن را از کوچه نیافته است و آن را گوشت پاکیزه گفته به شما نمی فروشد. سبب موجودیت بازار جانوران هم همین است ولی وضع تغییر می یابد. به قول ویلیام کارش سوپرمارکت ها جای بازار جانوران را می گیرند. شاید هر گونه جانوران را نمی فروشند ولی خطر سرایت ویروس از آنها بسیار کم است.